یک انتگرال بر شما کار کنم. انتگرال از بخش انتگرال های تعویضی هست. گفته که انتگرال کوساین ax به اضافه b dx داشته باشیم. به خاطر از اینکه انتگرال ما بتانیم حل کنیم، اول ax مثبت b که در تحت کوساین آمده ایره مساوی به یک متحول مانند u فرض میکنیم. از اطراف از این مشتق میگیریم یا دیفرانسیل. خود دیفرانسیل بگیریم میشه مشتق تابعی ax مثبت b میشه a ضرب dx مساوی میشه du. خب از اینجا میتونیم قیمت dx به دست بیاریم. قیمت dx مساوی است به 1 بر u du میباشه. حالا امی قیمت ها را در رابطه انتگرال قیمت گذاری میکنیم. میشه انتگرال کوساین به جای ax مثبت b که اینجا میبینید میگذاریم خود امو u را میگذاریم. میشه u ضرب به جای dx هم قیمتی که بعد است آوردیم 1 بر u میشه. خب 1 بر u دی یو میشه دیو. حالا قسمی که میبینیم 1 بر ای البته 1 بر ای دیو میشه. خب از این قسمت ما میتونیم که قیمت که اینجا ثابت داریم ای را بیرون بسازیم. 1 بر ای انتگرال کوساین یو دی یو میشه. و از اینجا میتونیم نوشته کنیم 1 بر یو 1 بر ای انتگرال کوساین که میفهمین میشه ساین یو میشه. و از اینجا در نتیجه این انتگرال ما شد، انتگرال به آی نشان میدیم و این انتگرال ما شد 1 بر ای ثابت است 1 بر ای ساین یو. قیمت یو را که از جنس متحول x است پس دوباره میگذاریم میشه x مثبت b و در آخر تابعی که برای آوردیم یک سی هم میگذاریم که